کتاب آینه زندگی و کشاینده راه ماست. یکی از شاهاسرهای جهانی که مؤلفش را در تمام جهان همچون نویسنده کلاسیک معرفی نمود، رمان گراف مونته کریستو از نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی الکساندر دیوما میباشد. رمان گراف مونته کریستو درجه بلندترین هنری نویسندگی الکساندر دیوما را در برابر رمان سه مشکتیار نشان داده، او را به نویسنده دوست داشتنی نه تنها فرانسوی‌ها بلکه مردمان تمام عالم تبدیل داد. بینندگان عزیز، در بخش نوبتی اثرهای خواندنی ما به شما درباره این رمان مشهور و سرخواننده معلومات خواهیم داد. قهرمانی اساسی رمان گراف مونته کریستو برنورد مارسیلی ادموند دانتس میباشد که زندگی او را از مشکلی‌های زیاد و طاقت‌فرسا گذرانیده نهایت به یک انسان کامل دور تبدیل می‌دهد. موضوع اساسی رمان مبارزه برای حقیقت میباشد و ادموند دانتس که او را نفرانی حسود و ثروتمند ناعدالتانه با جرم جاسوسی به زندان قلعه ایف روان می‌کنند، همیشه کوشش می‌کند که برای برقراری عدالت مبارزه برد. شاید دانتس جوان و کمبغل در این مبارزه شکست می‌خورد، مگر که در زندان با محبوس سالخورده عالم و روحانی ایتالیایی ابد فاری وانه می‌خورد. پس از 5 سالی در زندان ماندن، دانتس امیدش را از زندگی می‌کند و مرگ را اولوتر می‌شمارد. اما روز ناگهان از حجره همسایه زندان صدای برآمده او را مجبور می‌کند که او هم در جواب به کندن نخب زیر حجره شروع کند. همین طور بعد از چند مدت نخب زیر حجره کنده شده، دانتس با ابد فاری وا می‌خورد. فاری سالخورده فکر داشت که زیر حجره‌اش نقب کوفته به بیرون قلعه ایف راه می‌کشاید و همین طور از زندان فرار می‌کند. اما تقدیر او را با دانتس جوان روبرو کرد. سرگذشت دانتس را شنیده فاریا گناهکاران را در نقل او در می‌یابد و او را برای مبارزه با حسودان و بی‌عدالتان تشویق می‌کند. ابد فاریا یگانه نفری بود که مکان جواهرات‌های 300 سال پیش پنهان کرده شده را در جزیره مونته کریستو می‌دانست. پس آنها قرار می‌دهند که یک جویه برای آزادی به بیرون زندان نقب کنند. برای کندن نقب سالها می‌گذرد و اینک آنها برای رسیدن به مقصد نزدیک شده بودند. اما در این میان ابد فاریا ناگهان بیماریش که سکته دل داشت اوج می‌گیرد و دانسته که تقدیر به او آزادی را لایق ندیده است، خریطه جواهرات را به دانتس می‌دهد. پس از مرگ پیرمرد، زندانبانان او را در حجره‌اش داخل خلطه می‌کنند. دانتس باشد راه خلاصی را دریافته، جسد پیرمرد را به حجره‌اش آورده خودش به جای او داخل خلطه می‌دراید و همین طور زندانبانان او را جسد پیرمرد شمریده هنگام شب به بحر می‌پرتایند. دانتس اینک پس از 14 سال از زندان فرار می‌کند. جواهرات جزیره مونته کریستو را می‌یابد و عنوان گراف را صاحب می‌شود که پس از آن او را گراف مونته کریستو می‌نامند. در ادامه رمان یک وقتا دانتس جوانی کمبغل و هولوگراف مونته کریستو تمام کردارهای غیرقانونی و غیر انسانی دشمنانش را به مردم افشا می‌کند. اما همیشه سخن‌های راهنمای استادش که او را تا به مقام گرافی رساند و نفری که حتی جسدش برای فرارش از زندان سبب شده بود، ابد فاریا، در یاد و خاطرش می‌ماند و او را همیشه به نیکی به یاد می‌آورد. رمان مذکور از شمار آن اثرهایی است که چندین مرتبه از روی آن فیلم‌های همنام ثبت شدند، اما آن تأثیرات بزرگی که خواننده از خود رمان می‌گیرد البته نسبت به فیلمش نامحدود است. بینندگان عزیز، شما می‌توانید رمان مذکور را در 2 جلد از دلخواه کتابخانه‌های جمهوری با ترجمه زبان تاجیکی دسترس نمایید.